در افغانستان همه چیز سرچپه و برعکسه، حتی در مهمترین تعیینات رئیس جمهور. انجینر به جای دکتر مشغول کار سیاست، کامپیوترکار به جای نظامی مشغول کار انجینری و این رشته همچنان سر دراز دارد. من یک مثال میزنم. شورای امنیت ملی هر کشور به منظور تأمین منافع ملی امور دفاعی و امنیتی و مسائل حساس ایجاد میشه و معمولاً کارکشته ترین افراد امنیتی، نظامی و حقوقی در رأس آن گمارده میشه به عنوان مشاور شورای امنیت. اما در افغانستان برعکس، یک مهندس کامپیوتر شده مشاور